ما امروز با شیخ ابو علی بن سینا افتخار داریم که تاجیک ماست، استاد همه طبیب های روی دنیاست. 6 ساله بودن حفظ قرآن داشتن. با شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، با حافظ شیرازی، با جلال الدین رومی، با ابو عبدالله رودکی افتخار داریم. همگیش حافظ قرآن بودن، همگیش پایبند قرآن و احادیث های رسول اکرم بودن. خوش به حال آن انسانی که اینها را می آموزد، اینها را حفظ می کند، اینها را از خود می کند. خوش به حالش. امروز خداوند برای ما و شما چنان شرایطی را مهیا کرده است که اگر در همین خیل حالت ما بی سواد مانیم، از ما در گناهگار در پیشگاه خدا کسی نیست دیگر. خوانید دادر عزیز، سخن خداست. خوانید خوانید باز خوانید. خدا میگوید خوانید. 13 ساله بودن حبیب خدا دنیا را پدرود گفتن. دیگر بزرگی عبدالله این بود که وقتی مادر او عبدالله را به دنیا آورد، چی مادر مسلمان بود، چی مادر خدا ترس بود، او را در لطه پیچ آنید پیش از آنه که پیستان خود در دهان او گذارد و از شیر حلال خود برای او نصیب گرداند، راست برداشته به خانه رسول اکرم آورد. حبیب خدا در خانه نشسته بودند. مادر اجازت داخل گرفتند. گفتند ای حبیب خدا، امروز در خاندان من بهترین نعمت الهی فرزند است و دنیا آمد. میخواستم که پیش از آنه که من پیستان او را در دهان او گذارم، آب دهان مبارک خود در دهان عبدالله بگذاری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کودک برداشت و گفت نام این از امروز اعتباراً عبدالله است و آب دهانش گرفت حبیب خدا و در دهان این عبدالله گذاشت. راویای تاریخ میگویند چگونه که یک انسان کلان یک لقمه با مزه را در دهان میگذارد و مزه کده و فرو میبرد، عبدالله در خوردی حس کرد که این بهترین لقمه است، مثل لقمه آدمای کلانسال میگه فروش بود. اولین لقمه که در شکم عبدالله رفته بود این آب دهان رسول اکرم بود. خدا آنچنان ذکاوتش داده بود، آنچنان توفیق و هدایت نصیبش کرده بود که میگه خودش چنان ساخته بود که گویا رسول اکرم سایش بودند. حبیب خدا می نشست میرفت میخوابید. بسیار با پیغمبر خدا همکاری داشتند، خردسال بودند. خود حکایه میکند که من همیشه آب وضوء رسول اکرم تأمین میکردم. باره به من اشاره کرد که من اراده نماز دارم، آب طهارت بگیر. وقتی آب طهارت گرفتم، بسیار حبیب خدا را میگد از این خدمت من خوش آمد و اشاره کرد در حالتی بالای جای نماز بر آمدن که عبدالله در پهلوی من ایست. میگوید من با سر خود اشاره کردم که نه نمی آیم. نماز خواندیم تمام کردیم. حبیب خدا میگوید روی مبارک به سوی من گردانی گو عبدالله من تو را امر کردم که در پهلوی من ایست، چرا سخنی مرا رد کردی؟ عبدالله میگوید گفتن حبیب خدا به خدا قسم آنقدر در چشم من تو محترم و بزرگ هستی، آنقدر در نزد من تو مهربانی ها داری که خود من لایق و مناسب پهلوی تو ندیدم. رسول الله میگه دستش برداشت و گفت اللهم فقهه فی الدین. خداوند دعا میکنم که همین عبدالله که در این سین سال خورده اینقدر ذکاوت و اینقدر احترام برای او نصیب گردانیدی، خدایا به او علم، به او حکمت، به او دانشمندی، به او پرهیزکاری را خدایا نصیب گردان. دعای رسول اکرم در حق عبدالله اجابت شده بود. عبدالله ابن ملک میگوید که
این عبدالله فرزند عباس در سن 71 سالگی از دنیا گذشته بودند. محمد حنفی خدا رحمتشان کند جنازه ایشان خواندگی بود. میگوید بار همراه همین عبدالله ابن عباس عبدالله ابن ملیک میگوید سفر داشتیم به طرف مدینه قریب 450 کیلومتر. مقصد اون وقتا این گونه مرکب های ملایم وجود نداشت. عبدالله ابن ملیک میگوید یک مقدار راه میرفتیم بیگاه میشد، مردم مانده خواب میکردند. عبدالله را میدیدم که تا بروز خستگی را حس نمیکرد، نماز تهجد میخواند. در همین اثنای سفر میگوید یک شب میگوید نزدیک که همون جای نمازش آمدم و گوش انداختم کنی در تسبیحاتش حضرت عبدالله چی میگفته باشد. وقتی تسبیح های او را گوش میکردم آیت قرآن از سوره مبارکه قاف آیت 19 میخوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. صدق الله العظیم. این آیت میگوید عبدالله ابن ملیک میگوید عبدالله میخوان و خدا قسم مثل کودک میگه تا روز گریه میکرد. این آیت چه آیت بود که عبدالله را در گریه می آورد؟ برای چی میگریست؟ این آیتی هست که خدا میگوید برای فرزند آدم و جاءت سکرة الموت بالحق، وقتی که سکرات مرگ، وقتی مشکلات جان دادن بالای شما می آید، پروردگار میگوید آن حقیقتی که من برای شما گفتم از عذاب راحتی گور، از عذاب راحتی روز قیامت، در حالت سکرات مرگ شما او را به چشم میبینید. او را شما به چشم میبینید. اگر خدا به ما و شما نصیب کرده باشد روز از روزا ما و شما همونها را به چشم میبینید. حضرت عایشه میگوید وقتی رسول اکرم از سکرات مرگ فرا گرفت، مشکلات مغفرت کن یک ملا را پیش انداز کردن، مشکلات مرگ وقتی فراش گرفت در پیشش میگه یک ظرف آب خنک بود. وجود حبیب خدا حرارتی بلند کردند. میگه دست در پیشانیش میگذاشت و رسول اکرم چی میگو؟ سبحان الله ان للموت سکرات. پاک است پروردگار، این جان دادن اینقدر مشکلات دارد. اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. میگه عایشه میگه دعا میکرد حبیب خدا که خدایا این مشکلات و این وزنی مرگ خدایا از بالای حبیب دور کردن. دعا میکرد انا همون سکرات خداوند زمانی که در ما و شما میارد ما حقیقت میبینیم. اونجا ما و شما عذاب راحت قبر به چشم میبینیم. خداوند برای ما و شما نشان میدهد. عبدالله میگوید اینا میخواند و گریه میکرد که خدایا سکرات مرگ را برای ما آسان گردان. این اون عبدالله بود که حضرت علی رضی الله عنه گفت اگر از مشرق تا به مغرب عالم ها را سوال کنید مثل عبدالله جواب نمی آبید الا این اقول. حضرت علی گفتن میدانین آیا حجت ها برای شما پیشنهاد کرد؟ گفت بله پیشنهاد کرد. پس گفت من هم میگویم، من هم برای شما جواب میگردانم در این سه سوالی که بهترین روز، بهترین عمل، بهترین ما انشاءالله قانع شدیم. بهترین روز روز جمعه هست، بهترین ماه رمضان است، بهترین عمل 5 وقت نماز در وقتش خواندن است. حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید این یوم القیامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب و خسر. اولین چیزی که در روز قیامت خدا از شما میپرسد این نماز است که نماز خوانده یا نخوانده.
حبیب خدا گفت اگر از سوال نماز گذشتی فقط افلح و انجح، تو نجات یافتی، تو سربلند شدی. و این فسدت، لیکن اگر از جمله کسانی بودی که نماز نمی خواندی یا می گفتی مسلمانی در دل است، وقتی این گونه اگر در این سوال اگر کوتاهی کردی، حبیب خدا گفت فقط خاب و خسیره، تو زیانکار هستی، تو در جان خود جبر کردی. خدا رحمت کند حضرت علی رضی الله عنه را چی گفتند؟ گفتند خیر الاعمال ما یقبل الله تعالی منک. گفت برادرم عبدالله گفتند بهترین عمل نماز است، من با چشم و با سر قبول دارم. حق گفتند، لیکن من برای شما میگویم که بهترین عمل، حضرت علی جواب دادند، آن عملی هست که یقبل الله تعالی منک، همون عملی هست که خدا اگر از تو و یک قبول کند. ببینین جواب، ببینین اگر ما نماز خوانیم و خدا قبولش نکند چقدر مشکل است. ما که امید داریم، این معنی را ندارد. این برای با یگان آدمی گمراه و غفلت که دستک نشود که شما نماز میخوانین حالی خدا قبولش میکنه یا نمیکنه. نه، ما امید داریم که انشاءالله نمازهای ما را خدا قبول میکنه. یکی حضرت علی گفتند بهترین عمل، گفتند همان عملی هست که اگر او را خداوند از ما قبول سازد. سوال دهنده ها بسیار راحت کردند. گفتند ای علی، گفتند بهترین ماه کدام ماه هست؟ و خیر الشهور ما تتوب فیه الی الله تبارک و تعالی توبة نصوحه. بین حضرت عبدالله گفتند بهترین ماه رمضان است. حضرت علی هم جواب زیبایی گفتند بهترین ماه همان ماهی است که انسان از تمام کردارهای بد خود پشیمان شود و توبه به سوی خدا کند. از همه آن کردارهای ناخوبی که داشت، از همه آن ناسپاسی ها و آن فراموشی که خدا را کرده بود، بیدار می شود و به سوی خدا توبه می کند. آن ماه را حضرت علی گفتند بهترین ماه در پیش خداوند است. گفتند ای علی، گفتند پس بهترین روز کدام روز است؟ حضرت گفتند ما تخرج من الدنيا الى الله تبارك وتعالى مؤمنا بالله. بهترین روز، حضرت علی گفتند همان روزی هست که فرزند آدم از دنیا وقتی رخت سفر میبندد، وقتی که خداوند امانت همو جان از وجود او قبض میکند و ایمانی به خدا داشته باشد، این بهترین روز است. گفتند چه جواب زیبایی هم از جانب حضرت علی رضی الله عنه به گوش ما و شما رسید. فراموش نکنید بهترین عمل کدام عمل بود؟ همان عملی که خدا از شما قبول سازد. بهترین ماه همون ماهی که ما و شما توبه به سوی خدا کنیم. بهترین روز همان روزی هست که ما ایمانی به خدا داشته باشیم و بعداً جان به حق تسلیم کنیم.